جناب آقای عبدالرحیم صمیم، دانش آموخته فاکولته شرعیات دانشگاه بلخ، پس از فراغت از دانشکده شرعیات بر اساس لیاقت و شایستگی که داشت، بورسیه مقطع ماستری را از جمهوری اسلامی ایران به دست آورد. ایشان در مدت 3 سال تحصیل دوره ماستری را در رشته حقوق موفقانه به پایان رساند و دیپلم ماستریش را حاصل و به وطن برگشتند. موصوف در طول چند سالی به حیث استاد حقوق در دانشگاه گوهرشاد ایفای خدمت کردند. پس از فروپاشی نظام جمهوری و تعطیل بعضی از دانشگاه‌های خصوصی، موصوف بیکار شد. بعد از بیکاری دوامدار نام برده ناگزیر یک پست پایین‌تر از ظرفیت خود را که همان آمریت ورزشی جاغوری است قبول و شامل وظیفه شد. عزیزان ورزشکار، موجودیت همچون جوان تحصیل کرده در پست آمریت ورزشی برای عزیزان مایه سعادت و خوشبختی است. او از هر نگاهی با آمرین قبلی شما قابل مقایسه نیست. آقای صمیم همه این خوبی ها دارد، را دارد، اما یک اما دارد. آقای صمیم بگوییم دیگه. یک نقص داره، یک کوچی. یک کوچیه شیرنی مقدری خونه میده. در پایان یک بار دیگر از عزیزان ورزشکار تقاضامندم که مسائل اخلاقی را اگر احیانا مسائل اختلافی را اگر احیانا پیش می آید با تعقل و تفاهم دوستانه میان خود حل فصل کنند. در پایان آرزو دارم و از خداوند بزرگ می خواهم که به اثر سعی و تلاش و تمرین‌های مداوم و پیگیر عزیزان به حد از رشد و ترقی و کمال ظرفیت ورزشی برسد که روزی شما را در ترکیب تیم ملی در سطح افغانستان مشاهده نماید. و این روز برای من روزی مسرت بخش خواهد و امید آن روز و من الله توفیق. حالا از جناب محترم صمیم صاحب مدیر ورزشی ولسوالی جاغوری خواهش میکنم تشریف بیاورند تا آمدنشان صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یا کریم. ورزشکاران عزیز، ورزش دوستان، حامیان ورزش، روحانیت عزیز، قریه‌داران و مخصوصاً آمر امنیت پسته بازار بزرگ، خوش آمدید، صفا آوردید. السلام علیکم و رحمت الله خدمت شما تقدیم. خب چون وقت کم است و دوستا غذا هم صرف نکردم، خیلی به خودم اجازه نمیدیم که وقت شما رو بگیریم. خب یک سلسله صحبت‌هایی هست که صحبت نشده، باید ما صحبت بکنیم. ما منتظر بودیم چیزهای را آقای حلیمی صاحب صحبت کردن، خوش آمدید گفتند و آقای یعقوبی صاحب هم که الگو و مشاور ما هست همیشه، چه در دوره تحصیلی چه در دوره غیر تحصیلی، همیشه هر وقتی که ما با ایشان بودیم مشوره میگرفتیم، ازشان صحبت میکردیم، صحبت‌های خوبی کردن و بعضی از چیزهایی که مونده رو ما صحبت توصیه‌هایی داریم که اونا بیشتر جنبه عملی داره که ما در آینده چه برنامه‌ای داریم، چه برنامه‌هایی باید داشته باشیم. این موضوعاتی است که انشاءالله صحبت خواهیم کرد. در رابطه با اهمیت ورزش و فواید ورزش امروز تقریبا برای شما ثابت شده است. یعنی نیازی نیست مدیر ورزش بیاید بگه ورزش فایده داره. شما اولا خودتون تجربه کردین، کسایی که ورزش کردن بیماری کمتر سراغشان اومده. اولا ثابت شده است و نیاز به دلیل هم نداره.
اگر ورزش نکردی خودت ضرر میکنی، مدیر ورزش ضرر میکنه، صاحب سالن هم ضرر نمیکنه. مثال آفتاب هست، آفتاب از اونجا طلوع میکنه، ما اگر کلکن و دروازه رو به سمت آفتاب ساختیم خودمون فایده کردیم، کلکن رو برعکس کردیم به سمت دیگه گفتیم آفتاب نیاید، کی ضرر میکنه؟ آفتاب ضرر میکنه؟ نه، ما ضرر کردیم، از آفتاب استفاده نکردیم. حالا اگر ما ورزش هم نکردیم ما ضرر میکنیم، ورزش ضرر نمیکنه و در واقع سود و ضرر ورزش متوجه خود ما هست. سابق میگفتم جایی که آفتاب بیاید دکتر نمیاید، ما حالا میگیم جایی که ورزش باشد دکتر نمیاید. این عملا هست و ثابت شده هم هست. در قسمت سالن ورزشی و میدان ورزشی دوستای عزیز، همون قسمی که این مکان مقدس هست قابل احترام هست، همون قسمی که شفاخانه قابل احترام هست و در جامعه نقش دارد، سالن ورزشی کمتر از شفاخانه نیست. شاید بگوییم چطور؟ خیلی هم بهتر هست، خیلی هم بهتر است. شفاخانه تداوی میکند، سالن ورزشی وقایه میکند، وقایه هم آسانتر و هم راحتتر. امروز اگر ورزش نکردی به میل خودت، هزینه نکردی برای ورزش، فردا مجبوراً هزینه تداوی رو باید پرداخت بکنی. هزینه وقایه شاید 1000 افغانی باشه، هزینه تداوی شاید با 10,000 هم نشود. ورزش همون قسمه که آقای یعقوبی اشاره کردن، مبارزه با مواد مخدر هست، مبارزه با فحشا هست. چون چطور ما هم ورزش میکنه هم معتاد داریم، متاسفانه چطور میتونه جلوش رو بگیره؟ ما میگیم ذهن انسان مخصوصا جوان مثل یک تلویزیون روشن هست، همیشه روشن است، خاموش نمیشه. اگر به شبکه‌های درست تنظیم کردی، شبکه‌های درست و مفید رو میگیره، تنظیم نکردی اتومات میره به شبکه‌های منفی. ما برای جوانان ما، نوجوانان ما باید برنامه‌های مثبتی داشته باشیم تا اینا افکارشون و فکرشون به سمت منفی ها نره. ولی اگر برنامه و سرگرمی مثبت درش نداشتیم اتومات میرن به سمت مواد مخدر، اتومات میرن به سمت فحشا و فساد اخلاقی و چی که متاسفانه بعضا هم دیده میشه. ورزش رو گفتن صحت هست، صحت خودش ثروت هست. بله بیشتر از ثروت هست صحت. شما اگر چشمتون آسیب ببینه حاضر هستید تمام ثروتتون رو بدین تا چه صحت رو به دست بیارید. حالا ورزش چطور مهم هست؟ ورزش وقتی تأمین کننده صحت باشد از لحاظ منطقی ما ثابت می‌سازیم که چه ورزش مهم هست. یعنی صحت مهم هست نیست، همه قبول دارن مهم هست. وقتی صحت مهم باشد ورزشی که تأمین کننده صحت هست مطمئناً مهم هست. ما میگیم یک قسمتی از سلامتی هست، سلامتی کامل، سلامتی روحی باید در کنارش باشد. یعنی انسانی که از لحاظ گفتار، از لحاظ حرکات و سکنات در جامعه رفتار مناسب نداشته باشه سالم نیست. ولی خوب گل بزنه، خوب توپ بزنه، خوب تیر بزنه، خوب سنگ بزنه، هر کاری که بکنه این ورزشکار سالم نیست. یعنی اخلاق ورزشی نداره. شاعر میگه ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در ورزش فزود و از ادب پاست. در کشورهای پیشرفته اگر کسی دیگران رو دو دشمن میزند او را به پلیس زنگ نمیزنه که پست امنیتی بیاین رو ببرید. به کی زنگ میزنه؟ به دکتر. میگه مریض است، حالش خوب نیست و باید با اونا چی شود؟ دلسوزی شود. خب یک سلسله اهمیت ورزش بود که شما هم عملا متوجه شدین. بیایم از منظر اسلام بررسی بکنیم که ورزش در اسلام هم بوده نبوده. روحانیت اینجا هست، صحبت در حضور بزرگا و در حضور استادا یک مقدار سخت است، ولی باز هم ما به شکل اشاره موضوعات میاریم. شما در قرآن ببینید سوره یوسف یک قسمت هست، خود آیه رو نمیخونم، همونجا برادران یوسف میان پیش پدر، پیش حضرت یعقوب، میگه حضرت یوسف رو بگذار که با ما بره با ورزش و تفریح و صحرانوردی و کوهنوردی. پدرش چیکار میکنه؟ اجازه نمیده یا اجازه میده؟ اجازه میده، چون پدرش میدونه که ورزش یک نیاز همگانی هست و این اطفال و کودک با ورزش نیاز داره، باید بره تفریح بکنه. اجازه میده. یعنی قوی ترین دلیل و منطقی که حضرت یعقوب را راضی ساخت همین استدلال بودن که کودک به ورزش، جوان به ورزش، نوجوان به ورزش، حتی بالاتر از او به ورزش نیاز دارد. ورزش یک نیاز همگانی هست. شما در قسمت دیگه از قرآن ببینید
طالوت وقتی به رهبری انتخاب میشه یک عده مخالفت میکنن. چرا؟ میگن که طالوت از لحاظ نسب و از لحاظ ثروت از ما کمتر هست. نه از لحاظ نسب پدرش خیلی آدم معروف است، نه از لحاظ ثروت به اندازه ما پول داره، پس این نباید رهبر باشه. قرآن بسیار جواب قانع کننده برای از میده. میگه یک چیزی بیرونی است. پدرت هر چه خوبم باشه تو افتخار چی میکنی؟ پدرت است دیگه. من اونم که رستم بود پهلوان با تو چه ربطی داره؟ ثروت هم یک چیزی بیرونی هست. تو خودت چی اکتساب کرده؟ خودت با زحمت چی به دست آوردی؟ این برتری هست. قرآن دو موضوع رو برای رهبری انتخاب میکنه، که علم یک نیروی جسمی. صریحا میفرماید ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. گفتن ما اگر طالوت رو به رهبری انتخاب کردیم به خاطر دو چیز هست، یکی علم هست و یکی نیروی جسمانی که و قدرت جسمانی که حضرت طالوت داشته. در همین آیه هم ببینید میفرماید فی العلم و الجسم، فی الجسم و العلم نگفته. و چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که علم در اولویت هست. من که مدیر ورزش هم هستم، از آدرس ورزشی، مدیریت ورزشی با شما صحبت میکنم، میگم اولویت شما جوانان علم هست. یعنی ما ورزشکار رو نمیخوایم که در مکتب ناکام بمونه، اینجا بیا خوب شوت بزنه، اینجا بیا گل بزنه. نه، در مکتب هم نمره اول باشی، اینجا هم خوب توپ بازی بکنی. ما وقت ورزشکار میخوایم. و ورزشکاری که از سواد چیزی نداشته باشه او هم ورزشکار کامل نیست. یعنی علم و نیروی جسمی و قدرت جسمی لازم و ملزوم هم دیگر هست و باید کنار هم دیگر باشه. شما از ورزش به عنوان یک وسیله استفاده بکنید تا اینکه خوب درس بخونید، خوب کار بکنید، خوب خدمت بکنید به جامعه. در احادیث هم وقتی میبینیم از صحت و افضل النعم خوانده شده، یعنی صحت و سلامتی بهترین نعمت. حالا وقتی بهترین نعمت باشد ورزش بیاید این نعمت رو برای ما تامین بکنه، معلومه که ورزش مهم است. در اسلام وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که دو تا رشته ورزش خیلی تاکید شده. استادای تفسیر اینجا هستن، استادای حدیث اینجا هستن. یکی نشان زنی هست، دیگه چه؟ شنا هست. یعنی اگر نشان زنی بکنی فردا میتونی از خودت دفاع بکنی، از مظلوم دفاع بکنی. شنا هم اگر کردی میتونی فردا خودت رو نجات بدی یا کسی دیگر رو نجات بدی. پس از این ما برداشت میکنیم اسلام چی نظر دارد در رابطه با ورزش. شعار اسلام این هست که امروز لذت فردا خدمت. امروز از ورزش لذت ببر، فردا خدمت خوب کن. یعنی امروز شنا بکن لذت ببر، فردا یا خودت رو نجات بده یا کسی دیگر رو. امروز فوتبال بکن، فردا خوب درس بخون، کار دماغی خوب انجام بده. برای کسایی که درس میخوانن و کار دماغی دارن اونا به ورزش بیش از حد ضرورت دارن. امروز ما اگر فوتبال میکنیم یا والیبال میکنیم اینا یک وسیله هست که ما فردا کار و خدمت بهتری داشته باشیم. در اسلام هم قسمی که آقای علیمی اشاره کردن مسابقات اسب دوانی و شتر دوانی بوده و برای برنده چند مثقال نقره در نظر میگرفتن و بعضا هم جایزه‌ای که امروز ما کپ و مدال میدیم جایگزینش خیلی جایزه بهتر در همون عصر بوده. یا شتر میدادن یا درخت خرمایی میدادن که اینا جایزه تولیدی و اقتصادی بود. شما یک حدیث دیگر هم خواندین، میگه اگر کسی به عیادت مریض میره یا میره نماز جماعت در مقابل چی برش حسنه داده میشه؟ در مقابل هر قدم. یعنی قدم زدن خودش ورزش است. اسلام به شکل غیر مستقیم نگفته در مقابل هر نفس، گفته در مقابل هر قدمی که برمیداره بهش اجر و مزد و پاداش داده میشه. پس به صورت غیر مستقیم قدم زدن که یک ورزش همگانی است، برای همه هم میسور هست و در هر جای هم امکانش هست که باشد. چه کرده؟ اشاره کرده و تاکید کرده. و یکی از مربیای ورزش فوتبال هم پایان نامه‌اش قدم زدن نوشته کرده. انسان مؤمن و مؤمن قوی از مؤمن ضعیف برتری داده شده. در تاریخ اسلام شما ببینید نمونه‌های بارزی از کسانی بودند که قدرت جسمی داشتند. پیامبر گرامی اسلام خودش چقدر یک نیرو و قدرت جسمی داشتند. امام علی علیه السلام چقدر یک شمس زن خوبی بود. امام حسین علیه السلام، ابوالفضل عباس، اینا کسایی بودند که بهترین نیرو و قدرت جسمی را داشتند. حضرت موسی علیه السلام چقدر نیرو و قدرت جسمی داشتند که با زدن یک مشت قبطی رو از بین برد. حالا موضوع تفصیلی اونجا پاش میگذارم سر جای خودش. پس ورزش و ثروت خوب است، سوء استفاده از ورزش و ثروت بد. یعنی ما اگر نیرومند باشیم خیلی افتخارم هست، اسلام هم تاکید کرده. ولی اگر
بیجا ازش سوء استفاده کردیم، کسی را بیجا اذیت کردیم، این قسمتش بد است. پس ما خود ورزش رو نمیگیم بد است. چاقو خوب است، ولی اگر کسی را بیجا بهش آسیب برسانی بد است. خب چون وقت کم است، ما یک سلسله توصیه هایی که داریم اینا رو میکنیم. سال جدید پس دوستای عزیز، علمی ثابت شده که نیمه اول هر سال نسبت به نیمه دوم موفق‌تر هست. شما از همین امروز برنامه‌ریزی کنید که چند ماه بعد، چند سال بعد در کجا قرار داشته باشید از لحاظ ورزشی. برای رشد ورزش ما چیزی که تحقیق کردیم 3 تا راه وجود دارد. امروز جامعه جهانی هم همین راه را پیش گرفتن. اولین ایجاد رقابت است. این اگر رقابت ایجاد شد، رشد هست. شما جام جهانی رو می‌بینید و لیگ اروپا و خود کشور ما رو می‌بینید، اینا رقابت ایجاد میشه، بالاخره رشد میکنن. آموزش هست. آموزش ما رقابت ایجاد کردیم، نمونهش در خدایگاه بوده، در سطح ولسوالی بازیکن‌های تیم ملی هم بوده و یه مطمئنا مؤثر هم هست. از لحاظ آموزش در بخش والیبال با نهاد مسیر آفتاب و کلاب ستاره ما هماهنگی کردیم. استاد هست تمرین میده. داوود مبارز یکی از بازیکن‌های مطرح تیم ملی آمده قرار است والیبال در جامعه تمرین میده. امشب هم ما منتظرش بودیم، زنگ زدیم، خسته بودن نتونستن برسن که اینجا میومد، ما خودشون علنا به شما معرفی می‌کردیم. او هست تمرین میده، برید شرکت بکنید. در بخش فوتبال ما تفاهم نامه امضا کردیم با 4 جانب، یک طرفش مدیریت هست. عتیق سلیمی رو از کابل آوردیم که تمرین میده. امشب قرار بود بیای، خسته بود، تازه رسیده به جاوری، نتونست بیاید. در سالن میهن حضور قرار هست تمرین بده. بریم تمرین بکنید با یک پیست ناچیز. در بخش داوری هم قرار هست ما یک مجموعه رو بخوایم بیاید در بازار انگوری یا حضور یا سنگ موشه اینا آموزش بدن تا در بخش داوری هم ما چه داشته باشیم. پس یک موضوع دیگه هم تشویق هست دوستان که رشد میده. ما برای اینمی بازیکن‌ها مثل که رئیس و خیلی دوستای دیگه تشویق کردن، لطف کردن. تشویق هم خودش باعث رشد ورزش میشه، اینا رو هم در نظر داریم. پس حالا صحبت‌های ما رو جمع میکنیم. ورزش اولویت هست، ولی اولویت تر از اون چی هست؟ علم هست. باید علم داشته باشید. ورزش رو با 2 هدف، یکی هم هدف قهرمانی، سلامتی برای پیرمردان. می پیاده‌روی میکنی، آره خوب است، چه سلامتی جسمی داشته باشید. این دیگه اون قهرمان میشن و هدفش هست. ولی شما جوانا تا سلامتی که هست که باید باشه، شما باید قهرمان هم شوید. در سطح غزنی، در سطح ولسوالی، در سطح کابل ایران در برنامه داشته باشید. بهانه‌جویی دیگه خلاص جوانا. پدرایی که امروز هست اکثرا کسایی هستن که حامی ورزش هستن. برن بچه‌هاتون رو بفرستید بیاید، اگر رسمی کار میکنه استاد معین در خدمتشون هست. پرورش اندام کار میکنن، آقای علیزاده در خدمتشون هست. ما آقای شریفی هست دعوت هم کرده بودیم، براشون کلاب افتتاح کردیم. غیر رسمی فوتبال میخوایم، عتیق سلیمی میآید در خدمت شما هست، استخدام کردیم، قرارداد کردیم. والیبال میخوایم، داوود مبارز در خدمت شماست. و ورزش تفریحی میخوایم و آقای علیزاده در خدمت شماست. برین و سنوکر کلاب هم اونجا هم البته با شکلی که در کابل رواج دارن نه، رشد بدین. مسابقات بین کلابی رو ما برگزار میکنیم، مسابقات فردی هم بوده. از این بیشتر وقت شما رو نمیگیریم. خدایا چنانتون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.